کاراگاه ویژه. این داستان سازمان کلاه در ماه. پر افتخاری رو بهتون قول داده بودیم رئیس کنم. تمام عروسکایی که ساخت خودمونه در یه زمان منفجر میشه. همینطورم مردی که در ماه در کره ما این علامت حک میشه. عالیه. حالا دیگه حتی گجت هم نمیتونه جلومو بگیره. برای دیدن ستاره ها بهتره که بریم تو. نظر چیه پنی؟ اینا که ستاره های واقعی نیستن عمو جون. ستاره ها که راه دوری نرفتن. خودم رد شده براتون پیدا میکنم جناب کاراگاه. خیلی خب چه بلایی سر ستاره ها اومده؟ خودت که بهتر میدونی، من چه میدونم. میگن که یه نفر رو توی کره ماه دیدن. بله رئیس. شما کجایی؟ الان میام اونجا. پاهای پرتوان زودتر حرکت کنید. رئیس شما اینجایی؟ این حکم مأموریتت گجت. چرا قوه گجت؟ روشنشو ببینم. دانشمندان کلاه برای تولد کلاه در صدد تغییر چهره ماه هستند. فوری به ماه عزیمت و مانع کار کلاه شوید. سفینه آماده است، احتیاط کنید. این پیام خود به خود از بین میرود. همین الان رئیس. با اجازه. متشکرم. خواهش میکنم. این که قابلی نداشت. واقعا یه افسانه زنده است. شاید دیگه برای این کارا پیر شده باشم. حالا دیگه آماده است. منم آمادم. خیلی خوب. همه چیز برای پرواز به سوی ماه آماده است. مام حاضریم عمو جون. این کار برات خیلی خطرناکه پنی. ولی به خانم معلم قول دادم که از ما گزارشی تهیه کنن. خیلی خوب باشه. متشکرم عمو. ولی باید قول بدی که مزاحم نباشی. میتونم پرواز کنم. میتونم پرواز کنم. جناب کاراگاه، خودم میتونم شما رو به ماه ببرم. یک مسابقه از سکوی پرتاب. بله، ای کاراگاه بی‌نظیر همتا. حالا دیگه خوب میتونم پرواز کنم. خوب شد که گفتی. کی؟ حاضری؟ حرکت. برای شروع خیلی جلو افتادیم. ای که بهتر پرواز کنی. ببخشید، به اندازه کافی پرواز کردم. اصلا کی از شما سوال کرد؟ مجبورم از این خونه نقل مکان کنم. جواب بده رئیس کنم. بگوشم. پراگان گجت برای پرواز به سوی ماه اومده اینجا. گجت نابودش کن.
چشم بتان شد. ساعت گجت بیا جلو ببینم. دیگه چیزی به پرواز نموده. ببینم کیپ کجاست. یه جرثقیل برای بار کردن اتومبیل گجت داره میاد اینجا. ولی بیش از حد داره تون میاد. درسته پنی. در اتاق فضایی کارا باید سریع انجام بگیره. از این طرف دوستان. جرثقیل اومد. بهتره کمکش کنم. بلند کنه گجت برو به کمکش. چیزی نمونده بود بره اینا. حدس میزنم کلا در این ماجرا دستی داشته باشه. صبر کن کاراگاه. معلومه که از بیراه اومدید، این طور نیست؟ بله خیلی به موقع اومدی کی؟ اگه بادیاری میکرد خیلی زودتر میرسیدم کاراگاه. خیلی لذت بخشه برین. راستی داریم به کره ماه میریم. اگه این باد همراهی میکرد خیلی زودتر از اینا میرسیدم. کارگاه گجت لطفاً از این طرف. بسیار خوب اومدم. حالا خیلی بهتری. ببینم همه چیز آماده است. چیه؟ چی شده؟ گجت با اون چیپ کم خرد؟ گجت توی سفینه است، باید فوری نابودش کنین. حالا همه چیز در امن و امان کاراگاه بزرگ. برین اگه کمربند ایمنی تو نبندی خیلی خطرناکه. راستی که خیلی از کجا فهمیدی؟ دیگه تموم شد برین. برای تماشای مناظر بیرون ما دریچه سفینه رو باز میکنیم. از این که به فضا اومدیم خیلی خوشحالم. درسته آقای کاراگاه، من عاشق فضام. نگاه کن برین میبینی ستاره چقدر قشنگن. معذرت میخوام کارگاه، ما به کمکتون در قسمت جلو احتیاج داریم. با کمال میل، چون کارگاه گجت همیشه در حال انجام وظیفه است. خدای من بذاری کمکتون کنم. خدای من چقدر در پرواز پیشرفت کردم. کاراگاه بالا بهتره دنبالشون بری برین. باده کنار ببینم بابا، زورت نمیرسه. خیلی خوب کاراگاه، حالا دیگه خطری وجود نداره، شما میتونین برین تو. متشکرم کیپ. اگه تو نبودی واقعا نمیدونستم چی کار میکردم. مشکل نشت از اینجاست کارگاه. متاسفانه فقط برای یه نفر بیشتر جا نداریم. اشکالی نداره کیپ، خودم ترتیب اینو میدم. ذره بین گجت بزن بریم ببینیم. اگه خواستین با دوستتون صحبت کنین کافیه اون دکمه قرمز و فشار بدین. خیلی متشکرم که بهم اطلاع دادین. من رو بگو که فکر میکردم اون دکمه مال خروج اصطلاحی.
خدای من این دکمه آتش نشانی ای دادی بیدادی با خدای من برین چند دست لباس فضایی آوردم. یادت باشه که باید بند نجاتو محکم نگه داری. آماده باش. محکم نگهش دار. کلاه فضایی گجت برس بدادم. او عجب نشتی بود. تقویت کننده ایجت گجت بزن بریم. حالا دیگه همه چیز بر وفق مراد پنی. ای داد نبره. محکم بچسب بریم. میخوایم فرود بیام. بلند کنه گجت برو ببینم. حالت خوبه بریم؟ هر دفعه که پرواز میکنم تجربه‌ام بیشتر میشه. جانمی اونجا رو نگاه کن. واقعا چیپ خیلی پیشرفت کردی. من خیلی پیشرفت خواهش میکنم بس دیگه. نگاه کنی دادم پروازی میکنی. آروم باش بریم. خودتو کنترل کن. یه چیزی برات آوردم پنی. وای خیلی عالیه عموجون. نمیتونم ورزکو پایین نگه دارم. باید از شارژر قوه جاذبه‌ام استفاده کنم. قوه جاذبه زیادی لازم دارم. دارم اونو به دست میارم. حالا بگو چی میشه؟ کاملا معلومه. عروسکی که بالا رفته بالاخره پایین میاد. هر دوتون ناموفق بودین. گجت در ماه نابودش کنین. منظورم همین الانه. اون دیگه چیه بریم؟ بازم کلاه یه خوابی دیده. بهتره مواظب عمو گجت باش. این دفعه میتونم به فاصله دورتری پرواز کنم. کارگاه بزرگ با اینجا رو نگاه کنید. هی اون چی بود؟ خدایی من یه خانم کوچولو توی ماهی. عالیه. بوم سر جاشه. تنها چیزی که اون دوتا میخوان یه خورده قوه ثقله. ای وای خدایی چطوری پرواز کنم؟ اما بخشه. کارشون تمومه. سلام دختر کوچولو. برین اون عروسک یه بمبه. همشون هم توسط نیروی جاذبه قوی محاصره شدن. خیلی خوب. بگیرین. هی وای
اگه عروسک منفجر بشه گجت در به در میشه. یه راهپیمایی از تای حفرم اونقدر بد نیست. ساکن کره ماه با خودم آوردم. من اسمم کارگاه گجته. به توصیه میکنم که با ما همکاری کنیم. ما از در صلح وارد شدیم. منم اسمم چیپه. بهتره خودتون رو تسلیم کنید. برین مجبوری بمب ازشون جدا کنی. بابا سپاس دارم پرواز میکنم. پرواز. خدا حافظ کارگاه گجت. امیدوارم به سلامت با اونجا برید. برین تو حالت خوبه؟ چه زن شیطونی داری یا؟ چیپ من میتونم دخترک کره ماهو پیدا کنم. کمکم کن پیداش کنیم. با کمال میل. تو همینجا بمونه مواظب عمو گجت باش. منم میرم مامورین کلا رو پیدا کنم. دخترک کره ماه رفته کاراگاه بزرگ. چیپ ما باید به جستجومون ادامه بدیم. باشه کاراگاه بزرگ. من از این طرفی میرم چیپ، تو هم از اون طرفی برو. اطاعت میشه کاراگاه بزرگ. اون پسر واقعا بچه لایقیه ها. جشن به زودی شروع میشه کوچولو. کاری کن گجت نابود شده باشه، چون دیگه نمیخوام مزاحمم بشه. خاطر جمع باش رئیس کلا. اون دیگه نمیتونه مزاحم بشه. 10 دقیقه به وقتم بگر مونده. عروسک سر جاشه رئیس. به موقع منفجر میشه. اون وقت برای همیشه میتونیم حرف اول رو روی زمین بزنیم. عالیه، همین کارو بکنین. یعنی مفهومش چی؟ این الان چهره ماهه. اگه چند تا انفجار اینجا یا اونجا صورت بگیره میشه کلا. حتی به کره ماه هم رحم نکرده. پس تو اینجا بودی ها؟ من یه دوستم. من گجتم. بیا برین، تو مواظب این باش. وجود این خانم در زمین مثل توپ صدا میکنی. نگاه کن کاراگاه بزرگ، 2 تای دیگه هم پیدا سلام کردم. خانم های کره ما خوش اومدین. باید هر دو شده باشون تماس برقرار کنیم. بالاخره عروسک بزرگ برای حفره بزرگ کلا. این حفره کاملا برای این عروسک مناسبه. بله درسته، چه حفره بزرگی. کارمون هنوز تمام نشده. صبر کن، کجا میری؟ وایسا ببینم. وایسا برگرد. ای داده بیدار برگرد. چقدر تون میره. وایسا کجا داری میری؟ نفسم گرفت. ای داده بیداد. سب کن منم بیا. ای داد نه، تمام بمبا دور عمو گجت جمع شدن. 3 دقیقه به انفجارشون مونده. بهتر عجله کنم. خدایی من نگاه کن چی؟ اون مادرشونی. مادرشونه. مادر ماهه. اون گجته. ای وای هنوز که زنده. برین بمبا رو از اتومبیل عمو گجت خارج کن. فقط 30 ثانیه فرصت داریم ها. سلام بانوی ما. سلام مادر ما. سلام. نکنه شما از ساکنین ما هستین. شما نسبت به این خانم بی‌ادبی کردین در حالی که ایشون مهمون ما هستین. چی شده برین؟ وای نه، اونو بده به من ببینم. اونو ولش کن. بیا بریم کیپ، زود باش. چی؟ خواهش میکنم. موفق شدی.
غیر قابل قبوله. جشن تولدم روی کره ماه به هم زدی گجت. وقتی برگشتی روی زمین نشونت میدم. خیلی دلم میخواد بدونم خانم کره ماه کجا رفته. به هر حال بهتره همتون سر جاتون محکم بشینید. از اینکه یادت مونده کمربند ایمنی رو ببندی خوشحالم. بریم. من که مال خودم رو محکم بستم. کمربند ایمنی گجت برو که رفتی. همیشه باید از کمربند ایمنی استفاده کنیم، حتی اگه راهمون نزدیک باشه. بی خود نیست که اداره راهنمایی رانندگی استرال داره.